مقام انسان درباره مقام انسانیت اکنون این روزنگی صحبتمون درباره خودشناسی هر یک انسان باید خودشناس باید باشه هر یک انسان از بالای خود کار میکنه باید خودش بشناسه از حیوانات از دیگر مخلوقات بندش از همون خطش فرق میکنه خودشناسی خط فرق میکنه اما سرش کی قانون فیزیکا رو میکنه اگر گفت منم ممکن دکترها آنالیز کرده نشون ممکن فیزیکا آنالیز کرده نشون ممکن شریعت علما باید کردن ممکن شنیدنش هم ممکن که اگر جدا خطا رفتگی باشم از خداوند بخشش می‌خواستم خداوند بخشنده مهربان است برای که شما با حقیقی فهمی شده حاضر زمانه کردش شما یا خداوند خط شناس کردن خودتان خط شناس کردن وطن خط شناس کردن این حاضرانه صحبت در کار زمانوی صحبت خط شناس کردن در کار خدا خطی است برای که از عقل ما هر یک چیز رو خطی بند که الهی توبه وقت بیشتر آدم میاد یک ولسپیت دیدم میترسیدم از این ولسپیت از درونش از دیگرش چند علمش همش میدونه کامپیوتر های میدونه تلویزیون هم میدونه بیرون در ماشین هم میبینی که چند چیزش چند نمودش درونش در چخیل اینجکتر نمی همش اوش میدونه شما چند کمابن دارد تا همون درجه علمی ما بالاش داریم مثلا 60-70 سال پیش ولسپیت میدیدن در قشلاق میترسیدن شیطان را بودن اما برای همون این وقت و این دور این نظریه علمی خطی ما شما خدا خطی شناس کردن ما نداریم یا که اصلیه فهمی شده با سخنهای منطقی خطی شناس کردن ما داریم این معنی و این معنی است با شاگردان همیشه صحبت میکنم من اگر چخوتر داریم من چخوتر در آمدن حرکت نمیکنم برای که فهمین شما با چخوتر داریم تماما نمیفهمیدنتون ماتریا این انسانیت دیده میشدگی تو انسانیت دیده میتونستگی چیزا ماتریا میگن تا درجه ذره اتمی تو هیولا میگن تو میکرو الیمنت تو همون درجه تو رادیو والنا همه چیز این چیزا همه چیزا این ماتریا رو میدارند حتی عقل ما هم ماتریا بالا ویشی ماتریا رو میدارند این هم ماتریا برای که این هم آنالیز کردن ممکنه چیزی که چشم میبیند چیزی که چشم دیده میتوند چشم خطی دیده میتونین همون با دیده میشدگی چیزا جسم ماتریا میگه اکنون از او ماتریا از همون چیز باشد مثلا من این چیز این یک چیز اینا میده کردیم با میده کردیم همون هست اگر با میده کردیم چشم ندیده استاده همون چیز هست یکی میده کردیم همون چیز استاده اگر تگی میکروسکوپ میمونه تگی همون چیز میمونه اونا میبینیم که همون چیز استاده اونا میبینیم با میده میکنیم ما عادی ساده فهمیش شما خواهد گفتیم اگر از این هم میده کردیم قوتی لینزه همون میدیدگی چیز تمام شد قوتش نرسید با قوترش گرفتیم با مانیم که همون جسم باعث بود با میده کردیم او هم قوتش نرسید آخر زمان لینزه قطعی دیدیم که با همون چیز استاده تو همون درجه انسانیت دیده تونسته نشه عقلش قطعی وای کردن چیزا چی میگن؟ ماتریا میگن از اکنون
او چیزه اون ماتریالیست ها در همونجا قرار میشن دیگه چیز نیست که میگن او فکر نمیکنن که با وقت میشد که اورا با دیده میشد که چیز برآمده نشون که اورا دیده ممکن شده که فکر عقیده نمیبیاد همینجا در ماتریالیست قرار میشد ماتریالیست از همینجا قرار میشد که خیال میکند که دیگریش نیست برای همونم او دنیای روحیه دیده نمیتونه دنیای روحیه قبول کردن نمیتونه او طرفش در شریعت ما روحیه میگن من گفته شده که هیولای هم دیده میشونه که چیز جوهرات هست یک جوهراتی که سخت رادیو والنا یا یک چیزا اینا در شریعت ما هیولا میگن لیکن روحیه دیده نمیتونن بندش قدرت دیدن نداره قوت دیدن وای نداره برای همون ماتریالیسم در همونجا قرار میشه او طرفش به گذشته انسانه چی میگن روحانی ها میگن تا همون درجه بودگی چیز این طرفش هم هست یا نیست البته هست اخلاطون میگیره در همون بودگیش بود برای که ما در کجا بودیم چخیل شد که شکم مادر و پیدا شده از کدام غذا سبب کدام غذا شد که میان پدر ما بافتید و این غذا شکم مادر ما بافتید در شکم مادر ما وای شده تا او حال ما در کجا بودیم فکر میکنیم فکر سال پرتوختن در کار میکنیم الان اکنون او درجه‌ای که ماتریا با اومدیم از ماتریا من از یک لخته خون مثلا اوستا رنگ زلوک شدیم بعد دست پیدا شد جسم پیدا شد جسم انسانی اوستا پیدا شد در شکم مادر بین 9 ماده الان بعد از وای ما تواو شدیم دنیا با آمدیم اکنون کمان شده ایستادیم وقتش رسید عقل خداوند یک فضل خودشه اون دفعه درباره فضل بسیار گپ میزنیم فضل چی؟ در فضل خداوند چی؟ منطقاً علمی نظریه قطعی جوابش هست اون درس دیگر در میگذاریم فقط در فضل خداوند گپ میزنیم در اون دفعه منطقاً علمی نظریه قطعی جواب میزنیم الان ما دنیا با آمدیم باید خدا ما شناسیم او دیگر جواب نگذاریم باید خدا شناسیم برای خدا شناختن چیکار کردن در خود علم عقل صرفا بالا مقام خدا بالا کردن در کار دانش خودش بلند کردن در کار خودش آدم ها هستن که خودشان نمیشناسن خودشان نمیشناسن آدم ها مثلا یک تنه جسم من گفتم و همون دفعه این خداوند از 4 عنصر پیدا کردگی ماید اصلا ایزا یخی ها میگوید که چخیل انسان از لای پیدا شده چخیل خداوند یخی بنده ها آدم ها میگوید که چخیل ماتریالیست ها میگوید چخیل ایلای پیدا شده خداوند آدم زود ایمانیون پیدا شده میگوید لیکن از لای حاضر هم پیدا شده این کن یا نه اخلاطان میرسد از لای پیدا شده این کن برای که یک جسم پیدا شدن پیش از پیدا شدن ما غذا را از کجا میگیریم شیر خیلی من وقتی کودک شیر میخورد غذا را مادر از کجا میگیرد از خاک میگیرد از زمین میگیرد برای که در زمین چه میکرو الیمنت باشد در تنه ما هست در زمین کدام میکرو الیمنت باشد کدام برش باشد بیاید من قطعی بحث کنم در باشد در زمین چه میکرو الیمنت باشد در خون ما هست همون میکرو الیمنت ما فقط
خواست خداوند خاطر همون غذا را ما از زمین میگیریم. خوردنی مادری ما از کجا بود؟ از زمین. سیب از کجا میگیره؟ گندم از کجا میگیره؟ غذا را از کجا میگیره؟ از زمین. همه رستنی ها از کجا غذا را میگیره؟ از زمین میگیره. ده از زمین گرفته تنه ما از مادر شیر ما کیف آدم شده است دست می اکنون زمین با اومدیم کمان شدیم خوراک را بینیم. اکنون ما خوراک خوردن سر کردیم. خوردنی خوراک از کجا میشه؟ از زمین شده است دست می خوب بگوین چی یکون چیز هوایی را یکون چیز میخورده که هوایی را بگوین چی از هوایی میخوره؟ همش از زمین. خداوند جسم ما از زمین آفریده است دست می اکنون یک چیز یک جسم آفریدن از لای آفریدن یک صفا یا یک چینی را آفریدن از صفا این با یک چیز خوش میکنه یا که خاک خودش قطع میشه. خاک خودش قطع نمیشه. برای همون چهار عنصر بودگی گپ معناش همون که خاکی، آبی و چی بود؟ هوایی، آتشی. یک صفحه یک باید آوردن اول از لای آب خوش میکنی، در هوا پاک میکنی، آتش به میمانی بعد پاک میشه. اکنون این یک جسم خدا و آدم بندش کرده است ساخته است. لیکن انسان هم ساخته همه خیلی پیدا میشه. اکنون روحانیات تو رو بدست میده و متریالیست تو رو بدست. آبی خاکی از خاکی فهمیدی نه؟ اینجا چهار عنصر ویش هست. اینه بینید اوزید این تنه آبی خاکی این تنه آبی خطی وجدگی این آبی این قلب است هوایی فلکیات همیشه اینا شرخشه بعد شیشتن در وجود چخوتر در آمدن نفهمم گرمی این آتش بودگی این گرمی این غضب است. این در روحیه در پسیخولوژی انسانی است. آتش این غضب بودگی چی؟ از همون همیش پیدا میکنیم که ما تنه ما خاکی، آبی، هوایی، آتشی است. اکنون در ارگانیسم ما برای همون خوراک از زمین همه خوراک از زمین شدن پس ما باید عقل خود خطی باید بدانیم چی غذا در اعضای خود استعمال کنیم. البته دانستن در کار بسیاری ما نمیدانیم چه خیلی غذای در اعضای خود استعمال کنیم. فراسات نداریم که بسیار آش هم میخوریم، از بالاش قند هم میخوریم، از بالاش با یگان چیزی هم میخوریم، از بالاش با نان میخوریم، از بالاش با سلات میخوریم، از بالاش با سیب یگان چیزا خوش میکنیم. الان میخوام درون به داخل 15 چیز میتونه درون در خوردن میگه فقط نفس خور میگه. من گفتم پیشم گفتگی بودم که نفس به شیطان پیچونده شدگی و تنه ما فقط خراب میکنه. و یک کیلو یا 50 گرم زده بعد اوقات عرض کرده زیر کردن میگیره. درون به در آمدن پس او اچیندی او موسر او چنگه موسر جمع میشه درون در میده کرده میسارا کرده عرض کرده گی چیز
برای همون پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ مخل از دو نمود اوقات دسترخوانشان از دو نمود اوقات دیگر نمود اوقات نبودگی. برای که آدم خودشناس میداند جگرش در کجاست. فعال او جگر چیست است؟ فعالیت جگر چیست است؟ دل چیست است؟ چیز است؟ فعالیت او چیز است؟ دست و پا چیز است؟ فعالیت او چیز است؟ عضوای سیاسکا چخیل درباره او فهمش دارد. عقل چخیل جایگیر شدگی در او فهمش دارد. برای همون دانسته غذا را درون به هوی میکنند. اگر ما یک تنه خود یک خلا حس کنیم، یک خلا که حمایتگراش هست، حمایت میکردگی دروازه‌بانش هست، درونش در اسکراش هست، حمایت میکردگی همه جهازی، همه چیزهای، همه کار خودش میدونستگی آدماش هست در درون خلا. فقط مقصد یک تا چیز که خلای حمایت کردن است. همیشه که در تنه ما هم حمایتچی هست و لیکن ما دانسته همون دشمنای درون به حل میکنیم. دانسته دیده و دانسته درون به حل میکنیم. در آمدن درد خودمون میدرونیم همون درد. از بفهمیشی خودمون برای خودشناسی نیست مادر. برای همون یک سببای یوروپیگی ها هستی که این سببای شرقی ها هست که ابن سینا برامدگی همه برای خوردن زندگانی کنن، من برای زیستن میخورم. این فلسفه چند پهلو دارد. این معنای همون به میزاد که ما خوردنی ما چه تنه خود یک مقرر موازنت حالت قپیدن، یعنی خون موازنتی در قپیدن به غذا استعمال میکنیم. از اون دیگریش استعمال کنیم ما خودمون با درد قبول میکنیم. برای حدیث ها دیم پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم تفسیر دادگی هم که درباره خوردن چند تفسیر هاشون هست که شنیدگی میشونه. زیادی چیزا تنه خود به هیچ وقت دشمن وای کردگی نیستن. برای همون چیزهایی که حرام چیزها را بسیار حرام میکنیم. مثلا حرام چیز عرق استعمال کردن، یگان میکرو الیمنت در ترکیبات عرق هست، فقط ضرر کننده جگر هست. جگر بیچاره کار فیلتریه میکنه، سودا میگن، صفرا میگن، گفتگی چیزها را اگر شنویدگی باشین در اسلام ما، در همون شرقی آدمای شرقی ما سودا میگن، صفرا میگن. سودا چی؟ صفرا چی؟ صفرا چی و سودا چی؟ صفرا این چیز که دهن برفت از دهن از همون سر کردن دهن رفته غذا خون ما به همون میکرو الیمنت ها جوهرات خون ما نرمال قپیدن، یک موازنت قپیدن، خون ما را حرکت کردن را سر میدن همون غذا. همون روده قوس توستی کشش نمیگن، همون جب آمدن همون غذای جوهرات خونی ما به نرمالیزابت کردن نیستن. همون غذا خوردگی چیزا ما غذا به خون میگذاره، جگر با تازه کردن میتید، بعد خونی ما نرمال میقپد، در کاری چیزا بیرون به برآمده میره، از خون هم برآمده میره. خون خطی هم خون هم پرتاب داره،
برای که حوضی که آب آمده دیگرش چی وای برآمده میشه از یک جا در آمده میشه حوض یک خیل آب تازه آب میسته مایم خونی مایم سوختی همه حوض کی همه تازه قپیدن در کن همه خیل قپیدن آمده اما اکنون درباره عرق بودیم عرق یگان میکرد اگر یگان پرویز یا اوچون اگر من در همون در عرق در یگان انسان با در کار میشد اگه الیمنت یافتتیه در کاری چیز یافتتیه نیست برای همون خداوند حرام کرده حتما حرام گفتگی گفت از عربی زبان ما و من شدگی گفتگی خداوند من کردگی چیزه خداوند گفتگی ممکن نه نکنه همون کار گفتگی گفت حرام گفتگی گفت عرقش می پیوش می کدامش باشده همون عقلی موازنت ما را دیگرگون میکردگی یعنی رونویس ویران میکردگی چیز غذا حرام است برای که او موازنتی عقلی ما را خیلی برای شفا برای طبابت این دیگه طبیبا توصیه میکنند یک دیگر اعضا به ضرر میرساند یک دیگر اعضا به فایده رسانده طبابت میکند همیشه بعد او حمایتچی ها سخت خلابه کرده او دشمن های در کار نشدگی را میکشند نیست میکنند نیست نابود میکنند شمال خوری هم میخونه دیگر چیزایی هم میخونه شمال خوری هم میزا عیب خودم مخاطب سوتر میشه عموما عیب خودم مخاطب میشه اگر ما از شریعت نبرویم ما نباید کسل بشیم پیریه یگان به درد دیدن همون میتونه برای که فرمولای حیات اگر توغری مونه درد کی میبینم؟ درد میدراید من اگر چیزا که عصب موازنتش ویران میکرد اگه چیزا چی میداره؟ موازنت عصب اگر خودگی آدم دیدگی این صحبتش یک آدمی صحبت میکنن با حرامگریش تو همون درجه ای که خودشون اخوانی گیرده با همون